برو جهلگه لازم من گپ نه ضبط نکرد تیمور خان که ضبط کن تو سوال بکن په تیمور خان توضیحات ضبط کن تو مطمئن باش دیگه ضبط نکرد عادل جان تی سوال حلاز بود من جواب بدم یا هست هنگه؟ جان جواب بده بچش. چشم. اولا اه، این اصلاحات ارزی که شما فرمایش کنی 1232 قمری مهراب خان شی مهراب که حاکم بمپو که پهره بوده توسط مهراب خان واجه تیمور بنپوری. خان واجه تیمور خان شما متوجه نبودی چی گوشی گوشتی 1340 اصلاحات ارزی شاه گوشی انقلاب سفید گوشی بابا جان من لوٹا از در تاریخی بوشم که این ملکا این مردمان وطی بودگه شاه پاچی گفتگه اصلاحات ارزی پاچی گفتگه چه شاه. ما همه برکن لطف گوشم بله پچی گرفتگم بله واجه پاچی متوجه گفتگه نه آه خزا من گوشان که یه درگیری بوده بین حاکم بمپور و حاکم پهره پاتینجر شان دیسته 1810 زنده بوده هر دو میلادی. این می پیروک توسط آواجه جنگی بی آیم می پیر که هر دو که می پیر که به آی اسپهنات ناروی چون شای مهرابهانی جا آم مهرابهانی گوهار بوده سازین بوده نامی وقتی که ای واجه جنگی بی شام چوکانی آزم ها و برایم خان رمه شکایت کرد روی ناکوت فشار یاره آخر ناکو چونه که ناکو یت و ایشان سول که شهردراج خونی به عنوان خونی دن چینی نه که ای بارانزی ود آباد کرده نه خونه ای یک دومی محمد آباد بوده محمد آباد دو محمد ود آباد کرده یعنی ما همه افراد مثل کت خدا عید یا مثل نظام فلان شان مواد دیسته ما همه تو دلگت شان مثل که خدا عید وفات کرد و یا براتی کسترین سنگه کد نامی شو قهدا سید محمد چوکت محمد آباد تو عادل جان آی خونی بوده شهر دراج نارویان داد محمد آباد مرد ود آباد کرده اصلا به همین خاطر هم محمد آباد بوده نامی دوز محمد آباد بوده برای چون دراج بوده محمد آباد بوده دولت 1341 ایشان چما پجگه 25 3-5 کو یعنی زمین بر مبنای شام بعض و مالکیت و شان 2-5 3-5 کو دوی پنجانیش بو دولت بو داده به زارین محمد آبادی آسای پنچه اولاد دوزن خان پدا بها کو که بانک کشاورزی طرف حسابشه شهردراج نه شهردراج اولاد دوزن خان یک تیم یک پنجم بها کو 2/5 پروت که پدا ایودی مردمان گشتر برد نزانا تا من توان تی جواب بدهیم یا نه خلاصه ایشی که دوز محمد آباد بوده توسط دوز محمد خان شهردراج خونی بوده مال 210 سال پیش من تمام وجه من نزانا عادل جان تر جواب رسید یا نه ادامه بده دیگه واضح و روشنشی تمام هر که ملک مردم بیزان هم شهدراج زان هم محمد آباد زان نه هر کسی ولی کسانی که ته کارمند بودتگن یا مثلا آزمام ته قدرتی بودتگن یا
کماشی مردم بوده که ته ملکی زانک شهدراج و مهدآباد واجکارانی بوده اصلاحات ارزی برتگن اصلاحات ارزی برتگن و همشانی هم که پا آنی اجازه دادتگن هشتگی هم ما هر رو شهادت دهیم ما هر رو دادگاه رفتگیم ایشان مردم عادی برتگن مردم عادی برتگن یعنی در شهدراجی که هونی بوده به قول واجد تیمور خان من شما پنچی که هم دقیق نرسته آدم پاسگاهش داده به شهدراج مردم ای دست پاسگاه تا ایران شهر که برسید انوست و پانش شیش داده بارک زیانه که تو برو بچه الان چند درصدی مال بارک زیانی و چند درصدی مال مردمی همایانی هم که نشتگه هنگه هم بازینی پلاکان بنام همایانه واسطه بن منه واسطه بن تره واسطه بن دیگریه ما رمپانه یا میر جنگیز خان یا میر محمد شاه یا امضاش گیریم بابا شام تصرف کده حالا بدهید به میکی یه امضا جننده انتی نهایت تا الان چوشین دیگه ما دیگه چیزی نشته اصلاحات ارزی به نفوت آیان ببرن شی همچین گپی که همی واجه جد که پیر بیابان یعنی ببخش آقای مردان، قانونی که تصویب بوده در آ دوران، یعنی ای آقایان شاه اتکشم پیچ پیرکی زمینه رو برده. زمینانه که چه حرکت شامل اصلاحات ارزی نبوده همین واجه کاران ایران شهر اصلاحات ارزی هرگز شامل بوده هرگز همین خود بارگزی قانون باتی که اساسی ملکش باز بوم، نکته به نکته قانون اساسی بوم، کلمه به کلمه قانون نه اساسی ما بود. چیزی قانون که اجرا بوده اساسی اصلا به نفع حاکمان بوده، حاکمان وقت بوده. آقای مهرداد تو آخه برو بتی چیه؟ اطلاعات برو در نه این نه زمینه نه تقویت نه، ببخش من تقویتم اتفاقا خیلی هم تقویتم شرم با فکتم گشم با خیلی هم تقویتم. این دارایی هنگفته چه کجا آورده؟ خب دورانی گفته بوده سوء کجا استفادهش کرده. هنگفته تو منو بگو کجا هنگفته تو یه هنگفتی نام بگیر سوء کجا استفادهش هنگفته کرده. حالا من نامو نگرم، من به نه چی نام نه بگیرم؟ نام بگیر غلط نه تو که فکتت نه به چی تو نام اجازه بده بگیرم؟ تو نام بگیر فکتت نام بگیر کجا داره این نه هنگفته من نتوان نام بگیرم، در ضبط نه بگم به چی نام بگیر آقا من ترک شو من اجازه اصلا تیمور خان هم اجازه نگرم شاخصترین حاکم که دوست آمد خوری جانشین بی پشت در پشت به همه خانه تو نام بگیر ملکانیه که جو هست تو بلد میشه نام بگیر دوران تا مهد بارانش آباد کشیدن شهدرا چین کریه به نام مردمش گفته زمین گفته بعد چون حاکم وقت بودن سوء استفادهش کرده چوتی قدرته. اصلا در آن زمان نکجا سال 1340 مگه حاکمی بوده کجا چی حاکم بوده نبوده؟ نبوده؟ حاکم بوده سال 1308 دوست احمد خان تیرباران بوده تمام بوده بلوچستان حکومت کلیه سال کنگه تو 1340 قدرتش گم نه تا 53 قدرتش گم بوده. چی شد؟ چی دیگه چیزی آقا قدرت دیگه گپی انتخابات یا حتی مردم رای داده ایش قدرتش گم بوده چه قدرتی مردمش زمینش برده تو 100% نزانه وجه ولی تی چی تاریخی نه تر هیچ فکتی هنی تو فقط وتی گپ جره یه چیزی هش کتگین هیچ من فکتی نه تر اشکو نیست بگین من همه چیز عادل اشکو جان بگین. من یک شما رندی هن چوشه دیگه اصلا هی شما زمینش برده شما مثلا اینا وزارت شهد هن راجو چوشه مهدو شما هن من چوشه هن چوش مرا گپی جانا شما بیت کنه. عادل تو گوش بدار بابا تو تو کچی گوش بل دادم دارگی نه چیزی که نه خونی عادل جان تو گوش بدار نه تو گوش بدار بابا آیی که شهردراج بوده آیی مربوط به 200 سال پیش بوده 1300 و 1232 قمری نو تو حسابی بکن من فکر کنم گیش 200 سال بلکه ببین یعنی وحدی اصلا دولتی نبوده که با قانون اساسی تو بودی چه کنه نه. این زمان دولتی نبوده دولت بمپوری حاکم بوده و پاره همشان بوده که بابا شان حتی اطراف کرمان جتا هیچی لارستانش هم جتا شی در کتابان چی هست الان 3 کتاب من ترگوشان که در کرمانیان لیک کتابشان که شان این که ظلم کرد و فلانش کرد و ازن این خون آوهدی بوده و
محمد آبادی که من عرض کو هی در زمان جند دوستم خان بود، یعنی از 1920 رند 1923 24. پس بنابراین پناهیا هم آوادی قانون اساسی نبود. شما فرمایش کردید در قانون اساسی 1341 شمسی وقتی ایچی رب مجلس فقط و فقط ایشانش که حالان که دیگه خان و خمانین هستد که کمترش نیستد، به خاطر ایشه که شان دو تا تک آبادی ته ولی در عوض وطش بالای 370 نفره ته. یعنی اولاد دوست محمد خان ای وقتی که آیا اصلاحات عرض کو جندش 370 نفر بود و ای دو سه نامه هایی که بین جهانبانی و دوست محمد خان زمانی که در سربازد او در جهانبانی نویسی که مال، حیثیت، ناموس همه چیز تو حفظ شده و برقراره، برای تو بیا به قشون و معرفی کن که آیی معرفی نکن و تا بچه من تهران رو و این نامه به تاریخ 25 آذر و عصر 25 آذر دست آقای جانبانی رسید. حتی نوشته که 2000 مندان به دلمراد سنگور بدهید که منی بزران تا کلا بودگه شما وارتگه، یا شبی سربازان وارتگه یا شبی حالا هر که برتگه منی زمینان بزر نی که جانبانی کنده کاره. ارزان ایشین که در آن زمان در این مکاتبات هم ملک دوزامت خان گرگ نبوده، این همه با منطقه تا رفته تهران تا کشک بوده. بعدن من والا نزانم من گپ بکنم یا نه، اگر تو مصاحبات واجه محمد خان میلاشاری اشکتا این کلمه اش کنه، چون این واجه ها دیگر رقابت ها بوده بین بارانزایی و ایکس زایی و آدگ زایی. بعد از کشتن دادشاه این واجه ها به دربار روه روتیتش اولین گپی که جنه همشین که بارانزایی خلع ید ببی در مصاحبات محمد خان هسته. در من ود از جند آواجه هم ود اشکتا شخصا هم در کراچی و هم از بزرگان ود هم مای گپ اشکتا، یعنی اولین گوشی چیه ما همشیت که بارانزایی خلع ید ببی که شاه دستور دا که برای قانونی تصویب کنی خلع یدش کنی که بعدا آیا از قضا حاجی کریم بخش این مدت تهران بی آیی به کیکاوسی مراجعه کن که کیکاوسی آیی نماینده بی تو از این طریق جلو ایچیه گرین. یعنی حکم محمد رضا شاه اجرای نبی و وقتی هم رضای کنه این گوشی که شهر من خبری نی بل من شاه پدا ننویسم اگر توانت شما استوپ کنه من حرفی نی که توسط کیکاوسی این حکم استوپ بی خلعیت نبه. و در این مدت آواجه هم مرحوم میر ایسا خان فورا زنگ جن تلگرافی کن پکد خدا نوروز که شهر دراجاری کماشی بی گوشی که من این کارو پین کو ملک شمیگه بارانزهی خلیت که پدا محمد مرخا هم رو کرد تهران که او ده همه مکاتباتی که بید با توجه به همان نامه جهانبانی همان مکاتبات
و دادگاه حکم میدن که نه ملک شانیه، دادگاه حکم میدن. نو آیا پدا شان شهردراج پدا تصرف کنه طبق حکم دادگاه، نه شاه. 41 با اصلاحات ارزی که میشه بکنه گپت. من نزانم قانون اساسی چی بشی تو و کجا قانون اساسی چه سالی. اگر شما محبت بکرده تاریخ قانون اساسی دوگاش نمیشه. وای ولی قانون و همی اصلاحات ارزی میشه قانون اساسی. قانون خب اساسی و چین چیز رو ننوشته قانون اساسی قانون اصلاحات اصلاحات ارزی بشه. 41 بوده، 42 آخران اجرا بوده در محمد آباد و شهردراک. 1342 نو آ 220 سال کجا و 1342 کجا چی و نوکن گپینه. منظور ایشه که شان اسپیسر این ملک یکی خونی بوده، یکی وقتش آباد کرد. من تمام وجه. منتوار باجده شر لحظه مسئله ها بعد سینک بودتگم و بعضی هم از رو تعصب مطرح کتگم قدیم هنچو رایج دگم همی چیزی که واجه پیر گوه پیر بیابان نه ایگا پا شرم بابا، و ایگا پا تا شرم هرشی که برحال مردم هش کنم بدا ها قضاوت ها دست افکار عمومی ایگا پا دیگه شرم به چه که حداقل مردم اه، وقتی که به چالش کشگی مجبورن که آنچه که زام بگوشیدن. چون اگه من شوی ما گپان گوشم هست تا دیگه درست و فکت نه شما دا تاریخ شما اول گوه ملکیت همین مردمانیم تا ما هم پهری مردمیم نه ما درستان زانم چیه موضوع اما کماشان پهرک هیچ سیادیش گوهانی ای واجه عزت پناه پارتی هم واجه جدی شانم واجه خبیره هم به جارزی و برهانزی و کلکلی و شاهکزی هم قوم ایران شهری هم شانم شان پهک این موضوع واقفم که شهدراج و مهدآباد مال همی واجه هم بوده و یک بر دولت دیم شگی واجه محمد مرخان کلو وتی تلاش کو که همشان بگیه دست دولت و در نهایت هم یک دو سه سالی دستش شدن دوباره اصلاحات ارزی سال 41 دستی واجه هم گرفتم دیگه من عذر لوٹو ما یک ممکنه من پدا در بابا اچانگی بچه که من منتظر یک تلفن یا از بانک ای ولی هستم، ولی اگر یک دفعه تلفن بود من ممکنه در ببام. دیگه همچنین هر کس جستی ها بفرما ما یک در اختیاریم هنچ کواجه جلیت هنچ کواجه پیر دیگه توضیحات نظر ما کاملتن با فکتتن برحال اگه کسی هم جستی ها اشی که پهریز کن صدای زب بیتون چی بنویسی واجبالات چش پدا تیمور خانه یا من جست کنم برای نکن که آگی صدا هم زب بی هر کسی نلوتی صدای تواری زب بی و جهل بلی که سوال ما جست کنیم
که از عزیزان فرمایش کو که مرحوم میرمراد رفته تهران و ونتگی، نه همچی چیزی نبود. مرحوم میرمراد تهران هم نرفته و تهران هم نمانده. مرحوم میرمرادی کلاسان همه کلاسانی بوده که آزمان بوده، یعنی مکتبی. مرحوم میرمراد فریاد کرده چون شهردار ده ای مردمان بیایی زمینان بزوری زانگ نبی که دیما چونی بی روشن بوده، روشنتر بوده از دیگه مردمانی که مثلا در آزمان در شستونی زندگی کرد. یک کران نه، ابوی بشته نیم کران پدا یک کران بوده، ولی مردم نزارتگش. آقای ظریف پوران دو بوده، ظریف پور بزرگ، نه حبیب نه، حبیب بدگینه محمد براتی. شنی محمدی پیت محمد و مکشن م- پیت. نه شیه یک دیگه مسترین براتی بی. دیگه مستریم پیتش. دیگه مسترین براتی بی. اولین کسی که یه همایی بی که این گاراج هم همه مرد جمد اولین بره معروفت به ظریفپور سبیل، چون مثلا بروتان لک کو ایشی هرچی واک بیتا در شستون زمین زورتا با همه فاز یک کران دو کرانی که قیمتانش بودن در آزمان. نو پدا دیسته می مردمان بلوچان چیزی دیسته که او زریپور چو شکن نزانا آدگه شکن چیزی چنایانی که توانش بوده مثل عمرای قوم گرتر بوده از در مالی یا تاج محمد عمرا و ای پاتی شان تک تک که زورتا، ولی کجای زورتا؟ همه دیم که گون نخلستان خوره، همه دیم که گون نخلستان خوره پچه که نپایستهش چناوتی اصلی جا دور ببین همه دور برام. نو پدا هنچو کم کم یاتا دیما او بارازیان ایشی هم واق نبوده، واقعا واقعش نبوده، یا ذاتش نبوده یا واقعش نبوده. واقعش همایانی که واقعش بود بعد از اصلاحات ارضی چون یک مقدار پولش بانک کشاورزی شانه دا قسط اولا سال به سالی ده سالی یک بریدا. نو حتی هم ده هم ای واجهان ای ابتکار نیست که یک جاگاه که منزلی بزوره. تا سال 55 2 سال پیش از انقلاب عام 3-4 نفر 3-4 خانواده و خدمتش در شستون گشتر بوده تا پهره بر شستونش بچه همین جانش ثبت نکو. رئیس انجمن ود بودگن، رئیس شیر خورشید ود بودگن، شهردار ود بودگن، بله کارش نکرده. همه آخران مرحوم میرمین خان بعد محمد رحمانی که کلاتو که پشت کشتگت کلاتو هم شریفته همایی 2 تکه زمین یک تکه علم ها گوک محمد نوشر میکن تکه علم خانی دا تکه میرمین همون کنار همه کوری که رود بین ژاندارمری قدیم و شستون جدید که میرمین خان هم همه روچه یک راننده هست نامی ما بیار کرده آقای مالکی هست در مود دکانی هست یا آخرا همایی زاماتت همایی دا عباس مالکی. عباس عباس مالکی. مالکی پتت عباس مالکی عباس پت بله عباس نوکین جوانی و عباس مالکی پت بشا و میر عباس علم خان. مرته وجه دیره. عباس 50 سال مرته، من کل 30-40 سال. بله من دیگه اسپتانش گپ کرانه آقای پتی دانه پت زاماتی نه مالکی جنه زاماتیش هسته یک گوهار عباس هسته 2 گوهاری هسته یکی درواست لوگیه شستونی مردمی درواست
یکی همیشه گفتگت همیشه که من اکثر راننده یک سازمانیت گلیت نام همین مرزی دا امید علم ها نگاه رفت شهردراج بها کو همه ویدی که جلاوطنی برگشت دیوالانی بستگت اتاقی بستگت که هنگه کامل نه یعنی هنگه حیاتی شانی پش کفتگه آدگ شستونی من آجا من اسپانات بارانزه یک بچیلی هم گونه یک بچیلی اسپانات نوشروانی هم گون یعنی من چوکانه گون من نه منی بوتی جنده یک بچیلی تا شستونی نه در شستون نه در سوران نه در سیب هیچ کجا نی حالا که سبی واجی هم نماسکم شستون واجی هم نماسک چه پهنات نوشروانی ها من چوکانه ها کهنه کلا یک توهین باقی ها نیمی مرحومین گوهاری بودک که ما زورتا اینی ای گوهار چرا گوهار زو نیمی هم یه دیگه باقی اود کوهوک دیم په دیم هم ها که آیی مرحومین براتانش برکه بله اصفهانات باران دی بابا ما رو هیچی گو منتور واجه تیمور خان و من کش مالتش بگپم برای همشی که ما بخشی کلاهشون ضبط کنیم چوشین مردمان که شما چوشین واجهانی که te قسمت ادبی واجه ادبی و تاریخی هم بعضا حالا واجه دادیاریم و دیگه واجه دکتر عظیمه بعضی مردمی که ما احساس کنیم که کپانش بعدا تونه یکی تطبیق تاریخی بدن یکی کاری تحقیق کاری در حال پایان نامه یا پژوهشی تو ایشان استفاده بکن وگرنه سوالاتی که بودم ما احترام دا یارتن بالا جوستانش هم که ولی خب شما اگه ای آسما ها آیه بیاری آیه قانه نبند چون تی بک چنل تی او چت روم چی گوشند هم پیر ویتی هبران تکرار کو که چی هر کس زن که اصلا کذب محض و آواجه هم که دیگه مشخصا یک دو گپ جد که التماگی پاک نکو ولی پیریگه که من صلاح زن پاک کنم و پاک برحال خوب این زانه یه افکاری مخصوصا بعد از انقلاب ته جامعه لحظه بلوچ که وتش مثلا نگاهانش دیگرتن حتی ما نگاهان غالبی که تا آزمان هستن تو به هر حال بور بودم تا انقلابش هم مشارکت کو پدا هم بود انقلاب هم زهر گرفته یه سری افکارش تزریق کو به جامعه و ایشان لحظی باور که میارش هم برنی و خوب این کشی به هر حال مانند توشه مردمانی که شما همیشه بیای اتاقان سر بکنی توشه مسائل پیش به ما واجب بالا چه هم سک منتواریم شان ما دستبندی کنیم ولی من عرض کو پیسرا البته شما سوالاتی که بودن خبرانی که بودن هیچ پایه هیچ مدرکی هیچ کسی نیست انچه متعصبانه جز کو با تعصب خشک ولی خب شما میگه با فکت و تاریخ و شانت هم و کسی هم که دنبال حقیقتون تو اون شما خبرانه و تاریخی وقایع که ثبت بودن تطبیق بودن و شما فقط من ارزم کو یکم که گیشتر
این روچان گشتر آوانتگینان و به روز بکنه که خدا نکرده یک چیزی پدا جا به جا این گرانگوری مبی که پدا نیاز به اصلاحی ببین. اضافی کنم در همه مکاتبات که 1307 بود، هفتی تقریبا آخر ماهان آذر بودگه، جهانبانی گوشته که تی ملک و این چیزان برقراره، یعنی شی جز همه چای اولیه بوده که در همه مذاکرات با کاغذ، چون دوزمدهان و جهانبانی در آسالین فقط در واش دید کده. هم 14 بهمن، ببخشید 14 که سلامان در یا روز بعدی 15 که بعد روین تهران و شی پیسر آیان به رسمیت زانته جهانبانی البته و در گزارشی هم که به مرکزی داده این مکاتباتی خور کرده، ولی قانون اساسی و مساسی که این چیز نبوده. آمدی بابا چی؟ منظور ایشه که سر و مال نبوده از اول، جز شرایطی بوده که آقا چوش بکنی آیا قبول کرده. آقا من به قشون پهره نیام و معرفی نکنم، من روان تهران و معرفی کنم گل رضا شاه اون خبره، چون جهانبانی نظامی بوده چی نتوانت به تمام خواسته های دوستمت خان جواب بده. و این گپی که نوشته که دستگیرش کرد و برتش اصلا کاملا غلطه، کاملا. این آقا ود رفته 7 نفر مامور گو تعداد 25 نفر افراد دوستمت خان همراه بود از سرباز که یکی افسری بود رفتگین سه کهمگار، سه بکشان و از اود رفته دو بر رفته، یک بر تا زاهدان رفته برگشته، دومی سفر همشون تک رفته تهران. کجا اسیره که هلنتی مردمان مسلح ببه، ولی عزیزان ما کتاب هم نویسه مطلب هم نویسه گفت هم دستگیرش که برده، نه دستگیرش کرده من غیر مستقیم کلاگش بسته ولی با اسلحه رفته. کجا اسیره کجا زندانیه که با اسلحه ببره؟ بلن که تو اسیر از زندانیه بل سلام بد کن. حتی تهران سلاح بوده با عزتش برده ولی با فریب. در اصل مسئله همه دستگیری بوده ولی اینش نگفته، اینه با عزت رفته. واجه گوڑ پا کجا مسیرش برتا پا عزتش برتا کجا مسیرش برتا بیرجند از بیرجند، مشهد از مشهد تهران. واجه دستگیر بود، واجه تسلیم نبود تا آخرین لحظه. خیلی خوب وقت طرف مکاتباتی نزانه جزئیات نزانه نه واجه در اصل تسلیم بود آخر. سوالات و تشریحی ما اصلا متوجه نبین، تستی جواب بدیم بهتره، ضرب دری خلاصه تر بین. تو واجه همه مکسه کو چند زالگول اسکرمان یه تمام اطلاعاتی منطقه کسب کنن تو هم دنندن. پس واجه دوست محمد خان تمام براتان تو گو براتانی راست براتانی ته استعفاء روزگارش محو بکن. پس حاکم دهوار محمدی آئی از خانکلات فرمانگی تابع مثلا ای قوانین منطقه نبی کلن از پنجگور و کلات و منطقه تابع آن بخوت به و بندرش سردار زیان از پیچشان کوتاه مردمه.
پدا میر عبدی و چوکی را میں واجه دوست محمد خان دی میدن ازمایل نام بی ای مرگوکیان پیر کوین دی میدن برو میر عبدی و چوکی کش او رو میں واجه کشگی بی میں واجه کشگی بی شیخ سیادی بی یارو مزی بی واشی بی کش او ازمایل تی ما تدو نفر من کشان و هر دوانه استاگوک ہمیں کلا تلارگانی کوین ده هم ده کشگی بی پہ میں مردمان کے کون کلا یا آس پیچھے بین کلا چی پلی شان رے پورسان کہ میر عبدی پوسگی مرتگی او دک روین تم سیاد کو مان گوشن پادے رویں گوشچ مرده ہنگا نہ برت مرده ما شوگ جبریں گوشنا تی زامات مرتا ایم بی بی گویں اپشی اعظم کو حرکت کنے یائن تمنگو کالا منزل پدا ادونان کشت پدا دوی حاکمان سردار صاحب ہان ہم چوکینا پتینا کہ یک شاور زبی اچن رفتی نبی کو حاکمی آئی زندان که دوست محمد حج پندری لوٹت هم دا دزک و گوزنکاش ته کلینگ بانتر ضعیف بین باگوڑ ہوشتران سنگین دیم کولو اوزش کشت بیچارین راست واجه بله دوست محمد خان حکومت بلوچستان ضعیف کا کہ مثلا مطلقه بی بی ولایت فقیه مطلقه بی بی یعنی نماینده خدا روی زمین بی بی پد وقت گجر حمله کو آوادی 1000 کلایتیں 1000 حاکمتیں 1000 تیر بارتیں گجر گجا یکی ای کلا آ کلا و بلوچان پاک پیشمرگ بیتن یکی گبتن نکورتا ایک تانکای بو یہ تیغفس کو یعنی یک توتی تیغفس کو هشتیرا ورد بلوچستان زماک بیواجب مخصوصا دزدک زمین که هیچ گجری هیچ کسی ترک مغول هلاکوت جاتو الجایتو بشن آیا ماشمکشی جاتو ہما جاتو اپا ہلاکو گئے ہما ہلاکوت ولا ہول ہلاکوت بلوچستان گپتن نکو بل تب چه سیاست واجه چ ماشمارا چون سیاست یاد که مثلا دو دستی حکومت تسلیم کو پدا آیام گوڑ ہما کورت میلش ہمیں مروچی مان رابطہ ہمیں پکیر کہانی گاران وشان چارتا ہما زمانی نے تجربہ بچارے ہنگا ہستیں چونے پناگاہان ہیں چونے سنگران ہیں کہ غاران کے تے کردستان ہستیں تو غار علی صدر حمد پناہیاں ہنچی غار زیربور بوتے ہیں کہ ہچ کے یہتیں نہ کرتا ہے اس کلا دزدک تا کلا نصر آباد کے نزدیک کولن 5 کلومیٹر ہیں شما سلح بوتک در رو بوتا ہچ کے نزانتا کہ مسیر 5 کلومیٹری سیر زمین تو نلائی کے بوتے ہیں حماس بوتے ہیں تو بگو بی صورت نو میں واجہ ہما مدت کسابی بھی ہم دزدک گوشی انگریزاں یہتے ہیں نو کی حکومت دوست محمد شروع بوتا بزرگزادہ و شہزادہ آئین سرنگون بوت رابطے ہیں ہما مدت سال شہزادہ حکومت کن دزدک سال بزرگزادہ آئین سرنگون رابطے زی بوتا حکومتان چنہ ہتے ہیں بسلا فرا منطقی نہ ہتے ہیں فقط در یک روستائی در یک محلے ہتے ہیں دور برد نہ ہتے ہیں حکومتانش دوست محمد خان ولی ہے تو اس کجا مواجہ مان اللہ جو اس واجہ مان الباران واجہ کجا ہتے ہمیشہ گپ شپ نکو وہ اس فرح ہتے اس فرح مگو پشتو زبان بوتے گوشتی نے بلوچ بوتے بل اس فرح ہتے ہیں فرح و ہلمند و منطقه اصلا هیچ ربطش نبوتے دی ہتے زرنگ بوتے یک دو جنینش گفته یهته ناو گجابات کرده ته ناو کم کم مامورش دیم داتا چنش دیم داتا به حکومت ضعیف ہیں باز ظلم کنه تو هر جگه یا که زور بو ظلم کن همیشه هر کسی بو برات بو باید کسرین برات جنت لی پرینت مالیه بار همیشه تو گفت مثلا فلانی اتفاق ملک مار برتو فاق چی کرتا چه هر کس زور بود ظلم کن نو بل سیاست نه بود نو ما واجه ما کساب بو انگریزان کو چنوکی هته منطقه گوشتی ما این منطقه آباد کنین ملک شمار گرین گوشتی نه ما حکومت انگریز قبول کنین و سر دست چیز بوده انگریزان بعد باتن جت سیم تاران شش وقت دور داد دیگه بی صورت سیاستش نبوده واجد شما درست زبردست بوده چی بوده بل سیاست حکومت داری نبوده بیاسو ای وقتی که گپا که تو جنگ شان انتقاد و درسته سستی هم بوده ولی ما شما وقتی گپ جنه همه زمان ماحول در نظر بگیریم ماحول اجتماعی ماحول سیاسی و گرد قضاوت بکنین و این گپی که تو گوشه انگریزان یهتگن دزدک ایشی اصلا ربطی نیستی هیچ به می ربطی نیستی یک فردی به گمشازهی و سپاهی جالک این بنیاد گمشازهی بوده بله چون در جالکی سپاهیان سانگزورده این فرد آدم درگیر بوده لیویزی جنگ بوده ماشکید که انگریزان گم بوده و یک لیویز زده بوده ایشی تدکه یا زانته یک ما انگریز من جنین دیگه یه تا جالک پانگه حاکم جالک
از او دا جال که حاکم زان تک اید اوما و نزدیک هم گروپچه مبتکر روابط و تگو ماشکیدیان لحت سیاد وارسه لحت بالاخره همه انگلیس پرچم چیره گوشتی من تری داشتن نکنم این مرد یهتا پانک بهرام خان اصلا دوست محمد خان بچه کی بیتا آوادی یهتا پانک بهرام خان هم تهنا کهنه کلا بوده بابا بهرام خان هم تهنا کهنه کلا بوده انشان نوکی چه جلاوطین برگشته پتش رستم ها نوکی چه خاران برگشته بوده نو بهرام خان سی بوده بهرام خان رفته جلو حیمه مرده نامی الان من به حال کتا کرنلی هم انگلیز کرنلی بوده که آیی دنبال آن مرد بوده دنبال آن گمشازهی بوده که بهرام خان گشته که گمشازهی گومنه منی ندهیم و زور پیسر اگر تو می علاقه بوده ما گوشما برخورده کنه این قصه چوش بوده اصلا دوست محمد خان زبانه نبود دوست محمد خان 1923 میلادی آپریل یک ملاقاتی گو انگلیزان بوده گروک ما همه مردمان دیسته که در همین ملاقات همراه بوده و انگلیزان وقت سند هست همین گفش سند هست وقتی یاین و دوست محمد خان لوته برای مذاکره دوست محمد خان رود از آد مترجم میر محمود خان چک سردار مهراب خان گیچکیوی و یک دو نفر دیگرش هم گونه بی سکش گونه بی هر پیمینش گونه بی انگلیزان شنیدیم همشی هم مترجم گونه بی در گروک یک ملاقات گو دوست محمد خان کنه پیشنهاد یک دو پیشنهاد شدی تی دویم و سرزهتا می زندانان تی ماجویل کنه بلا آدھے وسیلت تو بکش برایم خانه تمام سندش هسته اصلا مسئله ملک نبوده مسئله بابا 37 سال پیش از ایشی که بهرام خان به قدرت برسی دوست محمد خانی به قدرت برسی اصلا این سرزمین تقسیم بوده بابا 1871 میلادی این سرزمین تقسیم بوده این دفعه هنچین گفه بابا که ما که گوشیم که اگه چوش بودیم بهترد اگه آپن بودیم بهترد این سرزمین 1871 میلادی که دوست محمد خان اینشالله که ازمات نبوده اگر هم بوده 1 سال و 2 ساله بوده اصلا کدی انگلیزی حتی گوشته که ما آباده کنین همچی چیزی نبوده ما رو بلی ما سیم تار تلفن از واش کشید تا جعبا در ملاقات دوم در کاروان در کفشی بوده در ملاقات اول در گروک همشی بوده که من عرض کن کشتگ ابراهیم خان که دوست محمد خان تروزاته و پدا گوهاری هم بلوگه پچه آی ما رو اذیت کرد تو آی بغل مرز بوده او در ایروک شام بوده آی به ما حمله کرد آی مردم کشته که ما ایشی بوده شی تو بکش 2 تا دیگه واسه داره آن گوما زندانه ما آیان ویل کنه دوست محمد خان گوشته شی من نکشم من براته اگه شما بودی کشه بفرمایی من زور و نرسه گوش انگلیس ولی منی نکشم تمام این گپ چی بوده عزیز من انگلیزان تمام این صورت جلسه هسته همه گپ هسته این گپای عادی آمیانه مجنی یه جوس بکنی جوس کنی من اگر تو واتساپت ها من همین سند پرتا دیمده بل به شرط ایش یک دوبار چه گپ مجنه این باورش ببین اگه تو سندت باوری بیا و سند دیمده انگلیسی سند دیمده ایرانیان هم سند هم دیمده من تمام بود که دیگه انگلیسی حتی که بابا تو بیا گوما غور بوم بلوچستان نه انگلیس داتا ای ملک بابا 37 سال پیش از دوست محمد خانی داتا من تمام بود هم در زمان ناصرالدین شاه قاجار ملک رفته بابا این ملک تقسیم بود
ناصرالدین شاه تا احمد شاه سه پشته، سه شاه دیگه بوده. محمد علی شاه بوده، مظفرالدین شاه بوده، احمد شاه بوده. تازه بهرام خان حکومتی زمانه بگوشه 37 سال پیش بوده، چه برسی به دوز آمد ها. تو دوز آمد هم که پاده 13 سال رنج بوده از بهرام. شاه چه گپه ماچه، چه گپه. آدرس نماسک جند سردار صاحب خانه بله تهنکای جز که آیا سردار صاحب خان دو با کاغذ نوشته به انگریزان یا نه. نو تو از ویتی بمپشتیان جز که آیا در همه زمان ملیشه این پوچ اسپهنات انگریزان از طریق سردار صاحب خان به سردار میر دوست محمد درازایی و ای پارتی دیگ بوده یا نه. اگر گشتر توضیح پاید گوده من چی کنم. تو چوک حاجی ادریس خانه تهنکای جز که بگو من اشکتا که سردار کاغذ نوشته به انگریزان. این راسته یه دروگی تو چوش جز که و برایشی که آیی مطمئنی جواب تر بدن بگو که من این کاغذ یک کاغذی دیسته تو هنچه بگو باری تایید که این کاغذانه یا نه. من گو ملک زاده خبر نکنه واجه. من تر نگو شما جا ما همه کسی که او سوال کرده در مورد سردار صاحب خان تو تو کیا چی ہمیں گو من پیر کو نگذار. ملک زاده ہیں، پیر کو ها ہم ملک زاده ہیں. ہاں گوش دروازہ پیر کو ہمیں ملک زاده ہیں را کرما ہم جلال های نام بو رو مود ننده اتصاب غذای کن یک هفته تا گجر مهار کرتی او دیزا کمایی او یعنی حکومت دیزا که هم ملک زاده ہیں به همکاری چیان سرنگون کدگا انگریز گجران. کاغذان سردار صاحب خان دوه، یکی با همه میشمی ملایی آزمان نوشته پارسیه که آپوچان همه پی من چی کرده ما دارین طبق همه برنامه پیش روی برای نزولی دوز محمد. این کاغذ از طریق پنجگور محمود خان گچکی کاردار انگریزان بوده، یعنی کارمند رسمی انگریزان یواشکی به دوز محمد خان دیم داد. لوکتگی تکلا در حضور بیب محبیب جن دوز محمد خان بیب محبیبی و سردار صاحب خان شیر وارته برات و گوهار بوده شیری گوشتگی که سردار من پرتو چه کرده چه سستی من کرده گوشتی هیچی گوشی گوره ایشی چیه
گوشی دوزجان ایرانی رد کرد کن. مسئله تمام بود. مسئله تمام بود. شر دفعه دوم وقتی که سردار تابخان رفته کراچی، براتی هم بو همراه بوده. همین عکسی ها، همین افراد بوده که تمام عکس ظاهره. او در دیگه کاغذی با انگلیسی نوشته نو، نه که ایشی که ویتی بکشی گوشی من تو دل نبه به خاطر سردار قادر بک پیت تا حساب خان گریتی دنتی دست میر محمد شاه و میر محمد شاهی کشی داستانی شو شبی میر محمد شاهی کشی ولی گروک همایی بی گروک چنگیز خانی بی ناکوزهت دوز آمد و حتی سفارش که بچار اتهام میلیتی چون تها اگر بیم محبیبی نیدی چون محبیبی برات شیری بگیری تیب تحویل محمد شاهی بیدی چون من صابخان وطن نکشم به خاطر خدمات پیتی ده انت دست میر محمد شاهی زوری رو چنانگو مین نوشروان سیبی مین نوشروان خورجی که بر راه بندم پچی گیران صابخان من پچی گیران چه محمد شاه میر محمد شاه متوجه بی حمد در همین نخلستان آخر چه دزک جند برای شکل نوشروان پج مگیری تواجه بفرما محمد شاه دامادی بی بچم به حمله کم پایت بجان تبلی پرینتی محمد شاه پدام واج میربرات کسانی بی میار بش بابه پتون مکوش چم به حمله کم پسری کانچ بجان تبلی پرینتی ٹھیک ہے چوشم بی البته حمله نکن ولی رضا نویزی و حتی قبضه ها که وقتی ید به طرف شستون از پهرک ید کهنمیر که رسی کهنمیر همون یک حکم می نویسی به نام میر مراد و گوشی که از مروچی به بعد بلی مراد چوکی بله تایی محمد شاه دیگه سوران تایی نه میر مرادی که این عملا ازلی که و یکی از مسائلی که پدا میر محمد شاه و دولت همکاری که یکی همشی بی که من دور کو چوک بنید ولی تری دور کو بزن یک تشخیصی بوده ایده حکمی هست در کلاه کهمیر بنام میر مرادی که رضا نبی تیزی پدام محمد شاه دو سیاد ماربی یا که کریم بخش نام بو یا کاکو ایشان مزنی مالدار تاجر بین شہزادے بین دیواری همو تیسے مسکی مالدار بیشان بیچاران جان کشت اپا دیگه امشانه که لحت رابطه ہیں ابتر سانگو بندے ہمیں مزنی ورسے ایشان لحت ابتر ہیں ایران شاہ لحت سے بین لحت سوران ہیں ایشان محمد شاه جان کشی بلک پاتر ہمیشان چیکا از لیکا من نزارم ولی لحظه از حرکات آوازشی رضا نبی لحظه از حرکات رازی نبی من چرا من نزارم من جزئیات نزانم و کشک ای مردمانم من نزانم بل من چوزانا که بعضی از شانه که آیی کن چی رازی نبی و دلیل من همیشه که من دارم عرض کنانه گوشی که تو دیگه اما سبته ایگن تو کند وزانه سوران مراده قبضی هم دنتی قبضی هم دنتی تو بچه همه میر مراد همه مردک چوپ نامردی جت کوش آر پد حاکمان گونی رفیق بیتن کئی نام از همه کرمانی زنده زنده
آقای اکبر مزرعی اتفاقی مزرعی گشود و آقای مزرعی هست و ایشی به نامردی نجات شیه اتفاقی بی ناگهانی جنگی بی در حال شکار به تفنگ آیی گونه بی پشت سری میر مراد راننده بی وتی و شی په کس نجات اگر بابا په کس نجات اصلا میر مراد چی تو کرده از روز اولی که یزد و بما یهتا معلم متصب گو میر مراد همراه بوده تا آخر عمری همراه بود حتی همه وحدی یعنی تا 4 سال پیش همه مرد زنده گرد شی محالت که سر 3 ماه 4 ماه شستون میه محمد عمر خان په سم دا کوشتي ګوډه خب آی شیان نداده آی گروهان بود برز خبر که آی تهرانه آی تهران بوده بابا آی مزرعی نبوده مزرعی دست تفنگ دست مزرعی بی ولی ماشین در حال حرکت بی جاده ای نبی تا بیابان بی پستی بلندی بی و اتفاقی ای تیر از دستی رو نه که ایشی که با کستی بیده انوری هم کشته یک انوری بی تو پارسی آیی هم کشته انوری نه انوری پارسی تا بله انوری تا جایی که من از آنها سکته که انوری کسی نکشه بابا سکته که محمد عمر خان تهران بی بابا از تهران که برگردی مریض بی وفات که لحظه گوشی مسموم بوده لحظه گوشی زهرگی بوده آی خدا بزن ولی از تهرانیه بابا واجه تیمور ये چه سالی بود؟ همه جریان مرگی؟ اه، 41 اوایلی یا 40 آخران 40 آخران بی ببخشید زمستان 40 الان روچی من یاد نه و میر مرادگان 21 انشالله که مرداد 41 بی این با تفاوت 9 ماه 10 ماه هنچو مزرعی ساواکی بو ماموریت بو اسکرمان که نسل حاکمان په گارب کن توه مردمانه واجه به هر حال ما نزانیم ما رو چه سنده نیست نه نه واجه اگه اجازه بده در مورد مزرعه من گپ کنم چون من هم وتی دیسته هم در زمانی که تو بودی در جریان در زمانی که واجه هم کشگی بی من پیتو عظیم بارگزیشان سوران بنا مثلا یه اتفاق کپی و یه کیسه مزرعه چوشنه بی که معموریتی بی اگر هر کسی بشید چی میگه پا من نزانم کجا هستندش مزرعه یک چوکی بی چو گواج تیمور خان گفت معلمیه هنچو نبود نه تیمور خان ما ادفوی تیش کتا تیمور خان حتما زن ولی ادان احتمالا ذهنی چی نه مزرعه وقت کیسه کو که ایشان یزدی مردمه اما زمانی که یزدیان از یزد رفتگان به قصد کار هند که هند بازی وارثش بودن یه تعدادی حتی اگه شما ببینید خاش هم یزدیان مهاجران در همین مسیر مهاجرت معطل بودن لحظه خاش مثلا دیسته دگارن کار دنبال کارتون دیسته جده دگارن زمین حاصل خیزی نشتگن مزرعی وقتی که سیکو گوشی من برات مسترین همو یزد که در کپته من برات دنبال کار را بل مار وارث هستد یزد چی هند مار وارث هستد هند ما حرکت کو ما کسانتو ما هنگو من یاو هرچی من گو
تو بنین مات مردمان تو مردین چوک به بالاخره ادامه مکشی کلاس 5 وان تگه شش هم هنگه تمام نکته ما همراه بود یعنی 6 تون در واقع کلاس 6 12 سال کم شما یهتی وتبراد من پزور وتهور کو من هیون هند شان یایم هما زمان گمرکات بی در سراوان به طرف جهلات کروا گمرک بی شان لحت جنس من سپور بی پره آنگو بهاش کنی شان ودم گمرک شن جنسانگی شان محتلبم بازیم یعنی طوری که ویتی کسی چند رو نشتن یدیم گو آنگو هرچی رابطه مارش ندادن آخرا دیگری مار سوچ دا کم دا محتلت این دیگری مار سوچ دا یه حاکمی هست سوران آگی هبر گو سیستم و دولت را بشی که ماغز رابطه یه روچ راه بودن به آخر رابطن سبو گوشتیش حاکم ده نه ما هم محتل بیتن تا بیگاهی شو دیگه اتفاق همیشه که شما اولین بار دی جوانیت سر اسب نشته گرد اسپیتین پوچ برد لحتی مردم هنچو همراهیتن بلا هم پا پادتن یه تو یر کفتو جست پرس که زانتی ما گیرینی مال بوش پن شامو یه کاغذی نوشت که شن جنسانه بده من برات کاغذین شپیم جست که می استوری که سیوتی یا چو مره وگه می براتو بده گشتی شی خوردنه هم پا چی گشتی بله من گشت بنه بل خبر نزدوری گشت من هیام بالاخره یه جای کاری کنم این برانگو گشت چند کلاس وان تکش من جو هم دیمی دا پد من که من تخته بلدتون یک علاقی به تخته باز هستن ماری هم کنترل کو هم منه هم از این حتی ما وقت مثلا فرض کن بهاییان کم که ارتباط این گشتر گرفته مثلا بشی که ما هشت شما فلانیان ری مثلا اذا شهر نه او شهر نه حتی از امکانی که بری جالک منتقل کو بشتوید مثلا درست عمل نکته بالاخره انچ کنترلی بشی که ما یک بر شکار رفتیم مزرعی همیشه اکثرا راننده بود اکثرا مزرعی راننده آروچین ایشان همو به اتفاق آروچین مزرعی هم بگوشی یک بر ما هور بود که اصراری که بدم من جانم مشتی تو جت نکنه رو بل دیگه بر همشی بود دیگه بر همشی بود شام همراه بود گشتی خیر تو باید آدم بنینده ولی کماشی همین اصلهش نوکی هم یارته بود شهرینی بود ولی ویتی هم گوشته بود که یک بری اصله هم من نزانم این دست لگته یا کنداکی لگته نزانم چطور بوده آتیشی برده یه بره من کماشم کاروچین دیگه من فکر کنم حالا من دیگه یاد نیم یه اتفاق قبطه مزرعه جیتا چیر بوده بعد دیگران سوچ داد بابا شما مزنی مردم ایده که وقتی که سکن که ایده که ما آهو گدی واجه نشت بده من راندم بجنی مزرعه در حال رانندگی نجته هی واجه رو نزدیکی بجنی نک ماشین تکانه وانا آی تمرین نکتنه شده تفنگ سوری نبی تا آخر واجه بشی بابا اینه من جد سپر برو لایک هم ده مزرعه یرکبی نک چاقی مردمیت با پشت یرکب پشت ای اصلا آماده شکاری بوده بود آماده جنگ بوده بود لستر ماشه به همین صورت یرکب پشت کار که دیگه دو تیر همزمان با واجه سر لگن بعدشی رو جه چیر بی دیگران شما باشم مزنی مردم ها کنم در بخشن حتی برو کارچ کپون بکن اون شما نشته گتیم میره لمخان فقط رونده نشته گتیم از روی یه تو کارچ کپونی بیجتی گباره گم وسط دیوان آی صاحب من خیال هموده بیار من دقیق نزانه حاج کریم بخشی یا دیگری من پت حاج صاحب کسی نزانه حاج صاحب کرد پشتی دستگی بابا سر صدا ما که دیوان نشتیم پرسی برو تر هیچ نکنم برو عادی اده من شهر یه مأموریتی که دی بیتم از رای بیچاره
من یکم که گشته توضیح ده روز پنجشنبه بی معمولا روزای پنجشنبه جمعه ای واجه همیشه سوران رو بچه که یک لوگی و سه بی یک لوگی سوران با سوران لوگی یک علی بی کهن کرمشا بین همی کهن کرمشا و کهن ملا و همی مردمان یک علی بی مولوی شهداد صاحب مرحوم میر مراد گوشی که ایشان بیار و وحشش کرد بدتر چترش کن و تمامی که این مسئله مولوی شهداد گوشید او که شهره تو تی مولوی شهد صاحب گندونندش بکن من انشالله که جمعه آیم بیگا پشنبه چی که شستون آیی و مدرایی و شانی آیم و یک دو نفر دیگه مولوی صاحب اتوان شستون بگونش همراه بی یا آیی حمود ایر گیجه که تو این شپی چست ایران بکن بانده که جمعه ما رمی ما شکاریم ما برگردان و من تمام مولوی صاحب مسئله تمام کنی اکش شر مولوی صاحب ایر که پی تو را تو این مسئله پیشیه و چرا دیم لاش شنگون بیت جالات بیت مولوی هم زگورین گو بعد یا انسه اما واجه مزرعی یک براتی هندوستان هستد همین زمان انقلاب آقای مزرعی یک کراچی 3 هفته حمود بود که واجمان لیلو و ما پناهی پاسپورت پاکستانی اینگه یک آشنایی واجکاران هستد و ربطین و من سوار کرد و دیمان دا هندوستان ای وحدی براتی وفات کرد یکی چوک هندوستان درس وند همین محسنت و مهدین چوکی همه هندوستانی جنیدات که در واقع برازتیت که کرماند و دوترم کرماند منظوریشه که خانواده هندوستانته و بام شی جنی بریت و تی اصلا ببیند و تی یزدیه بنیاد و تی یزدی مردمیه و ایشی سن 10-12 سالگی کجا مأموریتی بیتگی نه ایشی مرحوم میر مراد سفارشی کو استخدامی کو برد سیب ای چوکان زمانی که در سن علم مروچی در سن 80 سالگیه به یک شکل معلمش مزرعی بوده جنه چه مرده چو سیب یک ازا جهانی بوده که میر مراد ویتی جنین چوک دیم داده مدرسه 2 تا جنین چوک در سیب بوده هر دو کدیم داده که ای دیگران بهانه میاره سیب جز جهانی بوده که اولین شاگردانی هم جنین ایما بوده هم مرده و اول جدا هم نبوده سال اول دوم جدا نبوده بعد جدا بوده یعنی بعد دخترانه پسرانه بوده و معلم اولیه سه همین واجب بوده یکی چنان معلمان اولیه واج تیمور ارزم شانش هنچ دوستت ما خانمی مریم که کرمانیت خانمی مو سکینه یت نامی سکینه ها سکینه که مو مریم مسراوان تو چوکنتی مریم مریم چوک چوکنتی سکینه مو مسراوان تو مردم حیرانتن داشاد چی تو صحیح کنن که داشاد سکته مکن داشادی هست کماش سی برای بیسه سیبی مردمیت داشاد همای ماسیه رودین تگد اصلا داشاد همای رودین تگد مزرعه رودین تگد بله سیبی دانش آموزی بیتگد پدک آقای سرامان منتقل بتگد لوگ آقای مزرعه بیتگد داشاد اصلا فرزند خانده ید و همایی وانین تگد همایی چی کرد تگد پدک حسابدار آموزش پرورش بو مزرعی داشاد که معلمیت یارت ته جند اداره یا مسئولیت دا در کارگزینی و در شد داشاد همایی دو کرده اصلا و چوکان مزرعی بغیر محمود این مصر مردین چوکی این بعد از آیه ما جنین انتی مریم
مریم می گوهاره مجه و چه باید جنگیزان شیر وارده ملیین چوکی چی دوته سومی یا چهارمی ایشی و حبیب وارده همه سالین که مرحوم میر مراد جنگ بودگد که من ماد را پرسان و پدر را گرس شستون میره میخوان یا بو شستون چو چوک نوکی 40 روز شد من براتا حبیبه و در 3 منطقه و دایش هستن دیگه برای شیر خوش مبی دیگه همچنین شیر دام چوک و مزرای یک همسایه ته مثلا دوی چوکان می برات گوهرانه یعنی می گوهرانه چون هر دو جنینه و آدھے چوکانش بعد مرحوم میر مراد شیرور شیر ده یا میره میخوان یا میره یا همین پاتی و عضوی از خانواده متقد مزرایی عضوی از خانواده ساکن هستی کرد و تا نام میر مراد شگید سر کرمان من 2 سال درس وانتا روچان بیگان پنجشنبه لوگ همایی بودتا اگر نرفتگم و تیاتا من حال جوز کرده باره من بلکه مریضم بلکه نظرم چیون من دورتا رفت تا نام میر مراد دیگر پیشی گیرید بعد از 50 سال 55 سال شی گیرید و این چی نبوده ماموریت نبوده چی واقعا یک مسئله اتفاقیت پیش شد خدا مرزی مولوی شهدا میں ناکوت صاحب کا ہندوستانی وانتت و یحتت و صاحب کمات میں واجه گوهارن توتی کاملکی مسکانزی مردمیت مولوی شهدا جای سرجو تو کاملک وچ قصه کو گوشتی که من تحصیل کو یحتا اونگی حکومت حاکمہ سرنگون بوتا تو لیٹکیاں حکومت گیبتا پدا هنگت رسمت سوران سب سورانان که دهیک ملک بدین حاکمہ کچھ بابا نو ملک گجریاں ملک حاکمی حالا سے نو 25 ماہ حاکمان دهیک گری گوتنو اختلاف کا بین میر مراد و مولوی شهداد میں مردم کمک کو اشرت تہران حکم گفت یاو گوت بابا دهیک ملک چ مدرسه دینیاں نے چ مولایاں نے چ حاکمہ گوڑ مولوی شهداد برنده بو درمه ہے صبح شام یک واجه مولوی شهداد یک جاگه داماد بھی همین گو مگس نو تبدانه اولین شوی مهر داتا بله ثبت سندان در نه یعنی راه بوتا از نظر شهری اب زمان شاه قانون و ثبت ساعتین دیم سیاها نو تواجه مولوی شهداد پمی حاطر گوشو که سب در نبوتا مردا که بزیه گوش پانی کنیم حاکما چون دهیک مول کی گار کرتا حاکما گون زید دتے کچھ مولوی شهداد بیچاره برین واش زندان کنه نو یک مدت میں براتان زندان تے ما پانی رفتم و ناکو میں براتان آزاد کن گوشتی زندان سے لین جاہنے مام زندان بوتن زندان جانا پکنے گپ شپی کو نو پتہ گوشتی که یک دوریات که مولوی شهداد دیگه شریعت ملک بود مدرسه دینی سرجوی بود و مردم بود قوم قبیله هتاد نو میر مراد شهردار بود نو رای مردمانی پایس نو پتہ مولوی شهداد سول کو گوشتی که تین واج مولوی شهداد من بزوره گوڑ ملت من زوره شوای سول بودن برات بودن همه جنگ و منگام بودن تو پتہ گوشتی که دو بلوچ دیمدن میرمراد همه مدتن جنگ بین گوشی من تی خیابان بی عزت کنه گوشتی دو بلوچه ها چکیات مولوی شهداد گوشی اگیزم و امانگو هندوستان وانتد که هر که مثلا نزدیک تو بیت یعنی یک دبان زبابان یا که بلای سریه گوشتی ها چکی بلوچه یات یا که من داشت یا که لگت چیز کو من لگت جنگ دیم مردوان گاراج زلی پور هم داتد در تیری دا گوشی باس من جات بیلو برو گوشی شان چرابتن نو پتہ مردم تو واجه چونت گوشی گوشتی و خدا گیت گی شکایت من که بی عزت کا پتہ ہے گوشی سوالن کو یک مدت گوشی سوالن کو تو مردمان کو واجه میر مراد رای بدی میر مراد گوشی واشام بود تو سول صلاح بود نو پتہ میر مزرعی لوٹی که مثلا بین دو مردمان اختلاف دوردن نو گوشتی ماشمبرین شکار گوشی یک چی بود پندلی بود شان رنگ گوشی هم چه هم گپتایت که سرجو همراه بنت واجه گومت زورن انو هر چکنتی که هملک گوش من نندا نایش من گندو کنا بلکه اختلافی بی اما یک مرد واجه بی مشاور مولوی شهداد بی مولا محمد کا کاملایی بی کامل کی گوش نه واجه تو منن نو لوٹی که مثلا کشگی بی واجه کشگی بی میر مراده نو لوٹی ته پگردن مولوی شهداد دوردن یعنی بجنتی و مولوی شهداد جت پدا گوشتی که نو واجه واجنامه که عظمت ات نرفت هر چکنتی بریم گوش نه من ننداش مبرش کار کنی پدا بیای گل ماش همراه بی هم درن او دکرین که واج مولوی شهداد چون کس خود گه خدا بزنده ما الله عالم نه بابا شاهن چه گپه بابا اصلا
هیچ حاکمی به مولوی شهداد در ارتباط با آب پرونده تحریک نکرده. یک، اولا مولوی شهداد دو بگرگ بیده عزیز من. ما اگه وارد آن داستان با آن داستان جای ایده نه، اگه پایست واقعا بزانه گره محمد تره باشد، چون گپ دیگه مردمانی بی دیگه مسائل پیشیه. مولوی شهداد یک دفعه دستگیر بود، زامنی هم میره میخانه برو پرونده بچار. زامنی میره میخانه که مبرن تو واش زندانی مکنه، زامنی میره میخانه. یک زامن جنین آدم آقا طاهریه وارث دش بخشان. تو شما اصلا یک چیزهایی گوشه که ولی مردم سر سود تکشی. دفعه دوم مولوی شهداد با محمد امین زامرانی و آی براد لال محمد زامران نشتگه از طریق مول محمد که صرافی هسته در ابوظبی که گنوک مردمی شانشیا که اقدام بکنه، یعنی آدم بزونه ببره. آخه شا چه گپه، من میل که من وارد آ جزیات و درسته نه. چرا در این وسط چی بوده؟ در این وسط در مگس مشکلی وجودیه. مردم شورش کو برایشی که عقد مولوی صاحب محرمانه بوده، مردم سی نیده به توی لشکر کشه. این مسئله چوش بود مولوی شهداد با جنه آدم رد پاسگاه او ده پناهنده بود. مردمان آم کجا مردمان سیاد وارثان جنه که در مگسه شا حمله کو به ژاندارمری گشت موت جنین شب نیل انت پاسگاه. شخصی به نام ابراهیم از دیوار پشتا سر کپته که مای نیله من ناکوزت من چون قوت جنینی بلا پاسگاهیان جد مو پرونده قتل هم در این چی بود. نو مولوی صاحبش یارد پدا نو ای دفعه زندان بود. متوجه ارزون هسته لوتشی بکشان که در این مدت زامنی هم همین حاکمانی که تایج متهم کنه همشانته میره میخوان زامنیت اشا چه گپن که بابا توشی کنه تو هنچین گپه که نگه من وارد چی بابا برای جند مولوی صاحب باید هم شهر نه. و مولوی صاحب وقتی از کراچیت از سوران کهن کرمشای مردما یک مقداری با مرحوم میر مراد و آی پیت وش نبودگه. حتی در جنگی که بین نوشرمان و محمد شاه بوده در همه زمان بلوچی این مردمان گو نوشرما هم رابطه گو شستونی هم رابطه و مدتی حتی محمد شاهش هم مالیات نداد. نو مثل که یادشی که مولا شکرم و ای پاکی باشم نو پدا این مسئله ای که مولوی صاحبیه و این فتوایی دا مولا شکرم و ای پاتی حمایت کو از مولوی صاحب. نو تعدادی که میکن کرم شاهی و ای پارتی گو که ما مالی ده حق ندهیم و ده حق دولت معاف کرده ما دیگه به حاکمی ندهیم حکومتی هم نه چون حکومت دولته و از نظر شرعی درسته چه باشتم. مرحوم میر مراد خیلی آدم زرنگیه دیست مروچی مول شاه کرمه بعد ممکنه در سه بیگه پیاکی بجا در پوگی میر مراد باید اعلام کو که من ده که نپه ویتی اعلام کو پدا چون آیزان که مروچی مول شاه کرمه تو مول محمد و ایکس باندشان گشتره به پس چرا ما متسبک بکنم ویتی پیش که نه کسی حکم رفته تهران گفته عزیز من شان چه گپه. و خلاصه ایشه که هیچ یکی از حاکمان مخالف مولوی شهداد در آب پرونده نبوده. نه تنها مخالف نبوده بلکه زامنی همایان بوده. زامنی همایان بوده.
مولوی شهدا زمانی که آد یعنی این چنوزش زو زمستانت حورت ماشکید حارت نتوانتش آدین برم به طرف زامرو مجبور بده یعنی گنوک در لوگ مل محمد که صرافی هستد آزمان ابو ظبی مجبور به اود به چنانگو لشکر مگس خورج تگت فرندش چنینگو قوم خیشان اما مردم من نامانش نگرم که شوهر قبلی سورانیا نو پدش گفت و یعت مول محمد لوگ مول صاحبش گفت وت خانو وت آجنی آدم برتشه و دپ پاسگاه سورا مولوی صاحب طلاق داد دپ پاسگاه سورا گیشترون دیگه ملکشی ربطی به تاریخ نیست یک چیز خصوصیه برای شما عنوان کنیم من مجبورم جواب بدم من ندانم چه دشمنی بوده هیچ دشمنی نبوده زامن مولوی صاحب دفعه اول میره میخوام دفعه دوم که این مسئله جنین پیش یا گوشتی ما زمانتی نکنیم گوشتی ما نو زمانتی نکنیم همچین دیمیل باش زندانش کن دفعه اول حتی قتل بوده اگرچه زامنی بوده قتل ولی دفعه دوم نکرده کار پرونده یک لوته بزانه پروندیم هست کامل سیخت پیاز تو تا دادگستریه این پرونده و آده کپ پرونده مگسن تو کامگار مردمانه من از اوتی براتان خواهش کنم این قسمت اگه حذف کنی بهترین چون مسئله کشید به مسائل خانوادگی دیگه پاتی اگه ضبطش کرده این قسمت پخش دور بکنی خوبه من تشکر کنم چون مردم حتما